به نام خدا، عینومد گرامیه هستم. امروز میخوایم با هم یه مدار الکترونیکی خیلی ساده رو با هم درست کنیم. خب بچه این نقشه این مدار هستش. برای اینکه این مدار ما را بیفته به 2 تا باتری، یه دونه باتری نیاز داریم و یه جا باتری. سیم مثبت و کلید عبور میدیم و از اون طرفش به یه دونه از ورودی‌های لامپ متصل میکنیم و سیم منفی رو هم به یکی از ورودی‌های لامپ متصل میکنیم. خب برای این کار ما به یه جا باتری، دو عدد باتری، یک عدد لامپ 12 ولت و یک جا لامپی و یک کلید. خب و مقدار سیم ما لازم داریم. خب برای شروع اول باتری ها رو باز میکنم. معمولا روی جا باتری ها خودشون جهت مثبت منفی رو میزنن. حالا اینجا هم گذاشته. خب مثبت اینجا، منفی هم اینجا. خب الان من اینجا ویدیو رو کوتاه کنم که وقت شما گرفته نشه. به همشون مقدار سیم متصل میکنیم. به این 2 تا باتری هم این سیم رو متصل میکنیم. خب بچه من الان اینجا 2 تا سیم متصل کردم، یک سیم هم به کلید متصل کردم اینجا. خب ما الان اینجا یه دونه سیم مثبت رو به باتری کلید میزنیم. خب بچه همونطور که مشاهده میکنین ما اینجا یه دونه سیم رو به کلید وصل کردیم و 2 تا هم به باتری ها. حالا ما باید اینجا لامپ 12 ولت رو به این گونه قرار بدیم. بعضی هم هستن پیچی هن، مثل پیچ عمل میکنن، اینجوری میچرخونید شما جا میره، ولی این فشاری. خب ما الان یه سیم رو به اینجا و یه سیم رو به اینجا متصل میکنیم که مدار ما آماده شه. خب دوستان الان مدار الکتریکی ما کاملا آماده است و بریم برای تست. خب ما اینجا چیکار کردیم؟ این مدار الکتریکی خیلی ساده است و همتون میتونین اینا درست کنید. ما این 2 تا باتری 1.5 ولت و منفیش رو اومدیم به یه سر لامپ و مثبت رو به یه سر کلید وصل و از اون طرف کلید یه سیم عبور دادیم و به اون یکی سر لامپ زدیم. حالا دکمه رو که میزنیم لامپ روشن میشه. این هم از مدار الکتریکی خیلی ساده. خب ما اینو میتونیم تو تاریکی هم تست کنیم که ببینید چقدر نور داره. خب بچه این مدار هستش، الان هیچی معلوم نیست، ولی وقتی ما کلید رو فشار میدیم لامپ روشن میشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو ما رو همراهی کردین. خسته نباشید. خدا نگهدار.